کارمندان وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان و مقامات انداز با صاحبکاران و اندازه‌پرندگان شهر و نواحی ولایت سوخت ملاقات نمودند. واخواری صبح امروز سنه 16 ایون در شهر خوجند دایر گردید که در آن بیش از 200 نفر صاحبکاران و اندازه‌پرندگان اشتراک نمودند. در ملاقات بیشتر لایحه کدکس اندازه جمهوری تاجیکستان که سنه 23 دکبر سال 2021 در تحریر نو قبول گردیده بود مورد محاکمه قرار گرفت. زیرا حجت مذکور علاقه از آغاز سال جاری ماه ینور مورد عمل قرار داده شده است. هدف برگزاری واخواری کارمندان وزارت مالیه و مقامات انداز با صاحبکاران و اندازه‌پرندگان سوخت پیش از همه آگاه نمودن آنها از این نوگانی است. ما تجربه دیگر دولت‌ها را دیدیم. میگم که سوبیکت‌های صاحبکاری اکتیو بودند. یکمین بار بود که کدکس انداز جمهوری تاجیکستان در سامانه‌های رسمی در روند تهیه‌اش ما ماندیم. در چندی که قانون درباره سندهای معیاری حقوقی میگه که با میتواند که قانونگذاری سوهای اندازبندی یعنی که با عموم پیشنهاد کرده نشود مسئله اندازبندی به خاطری که با قسمت واردات بودجت و واردات بودجت دولتی است. نوابسته از این ما در سامانه‌ها ماندیم. حالا گروه کاری مهمانان از جمهوری که 6 نفر را تشکیل می‌دهد بیش از 5 روز می‌شود که در ولایت سوخت قرار دارند. در این مدت علاقه آنها با یک قطار صاحبکاران و اندازه‌پرندگان واخواری و صحبت نموده سمینار مشورت‌ها گذرانیدند. سرمتخصص سرایاستی سیاستی انداز و پرداخت‌های دولتی وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان الهام کمالزاده هنگام صحبت ابراز نمود که در واخواری‌ها بیشتر عایدی ترتیب تهیه نشان‌دهنده‌های درآمدی بودجت دولتی جمهوری تاجیکستان در اساس قانونگذاری انداز در تحریر نو و عموما وارد نمودن رقم‌های نظارتی نقشه قسم درآمدی بودجت دولتی در نظام اطلاعاتی اداره‌کنی مالیه دولتی و اندازه‌پرندگان معلومات داده می‌شود. البته وزارت می‌باید نیز تصمیم گرفته است که چنین سمینار مشورت‌ها را جهت آگاهی بیشتر شهروندان از مقررات قانونگذاری انداز و آن سابقه امتیازاتی که به شهروندان پیش‌بینی شده است از جمهوری حکومت جمهوری تاجیکستان این باید نیز به راه ماند و البته چنین سمینار مشورت‌ها جهت تحکیم بیشتری عموما اداره‌کنی مالیه دولتی و تطبیق آن در سطح محل البته نقش باسازی خواهد داشت. این زمان جهتی آگاهانی بیشتری اندازه‌پرندگان و شهروندان وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که یک قطار نقشه چهاربینی‌ها را راه اندازی نموده در مقیاس جمهوری و شهر و ناحیه‌های دوردست با صاحبکاران سمینار مشورت دایر نماید. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.